با گم کردن به قدرش میرسیم. بنابر نبودن مهاجران مهنتی در روسیه بحران قوه کاری آغاز یافت. ترکستان شرقی نمازگزاری تنها پس از سن 65 سالگی. کارمندان کنسولگری از روی مهاجران مهنتی پول کار میکنند. Не потому, что мы на месяц останавливаем его, всего на месяц. رئیس شهر مسکو سرگئی سوبیانین اقرار شد که در رابطه با خروج مهاجران مهنتی بنابر پاندمی و بستن مرزها شهر مسکو مشکلات را از سر میگذراند. بله، مشکلی ها میشوند. این درست است، زیرا هر سال ما برای فصل زمستان موقتا گروه های تازه‌کنی دستی علاوگی را به کار میگیریم، خصوصا در مرکز شهر. سخن درباره هزاران نفر می رود که به طور علاوگی با این کار مشغولند، گفت رئیس شهر. سوبیانین اینچنین قید کرد که در ساحه ساختمان نیز نارسایی کارگر به نظر می رسد. Проблема в том, что закрылись границы с странами Евразии, СНГ, откуда поступало достаточно много рабочей силы на наши стройки. И, к сожалению, они не возмещаются российскими рабочими строителями. Процентов 30 причин – это, конечно, отсутствие кадров, именно в том объеме рабочих кадров, который необходим. На сегодняшний день 50 человек работает на площадке при потребности в 100 человек. باید قید نمود که چنین وضعیت در بسیاری از شهرهای روسیه مشاهده می شود. مثلا طبق اطلاع نشریه سورگوت اینفورم تیوی، بنابر پاندمی اکثریت مهاجران مهنتی وارد شدن نتوانستند و یا جایهای کاری کم مزد را رد می کنند که در رابطه با این بسیاری از لایحه‌های ساختمان موقتا قطع کرده شدند. Результаты анализа имеющейся информации свидетельствуют, что основной костяк террористических групп составляет граждане стран СНГ, прибывших в Россию в потоках трудовой миграции. یادرس میکنیم که قبل از فرارسی پاندمی مقامات بلندپایه روسیه بارها علیه مهاجران آسیای مرکزی انتقادها، اظهارات و تهمت‌های منفی اظهار کرده بودند و غایه جاری کردن نظام روادید برای آنها نیز با بهانه نیاز نداشتن به مهاجران مهنتی بارها صدا داده بود. مقامات ناحیه مختار شینجان اویغورستان گذاشتن نماز 5 وقته را به اویغورها و اقلیت‌های دیگر مسلمانی تا سن 65 ساله منع می‌کنند. خبر می‌دهد با استناد به منبع‌هایش خدمات اویغوری رادیوی آزادی. منع گذاشتن نماز در قلمرو ناحیه مختار شینجان اویغورستان سال 2017 جاری شده بود، اما تنها به شخصانی تا 18 ساله داخل داشت و در حال حاضر کارمندان پلیس محلی به خانه‌های شخصی می‌روند و رعایت این ممنوع را نظارت می‌کنند. خبر می‌دهد منبع. درباره شخصانی که قاعده‌ها را ویران می‌کنند به مقامات محلی گزارش داده می‌شود و به آنها جزا داده می‌شود، از جمله حبس کردن در لاگرهای تربیوی سیاسی. هنگام نظارت منزل‌های اویغورها مقامات پلیس گفتند که اکنون تنها مردان سالخورده می‌توانند به مسجدها روند و نماز گزارند. خبر می‌دهد خدمات اویغوری رادیوی آزادی آسیا با استناد به کارمند پلیس دهه در شهر اتوش. اینچنین افسرانی که به منزل‌ها تشریف می‌آورند به همگان توصیه می‌دهند که نماز را رد کنند. ما نمی‌گذاریم که جوانان به مسجد وارد شوند، می‌گوید خبرگزار. اما خوب می‌شود که نمازگزاران 65 ساله و یا کلانتر باشند. کارمندان اجرای ممنوعیتی مذکور به عائله‌های اویغور همچون عضو کمیته‌های مأموری مسجد معرفی می‌شوند. علاوه می‌کند افسر، ما به آنها می‌گوییم که در یگان کارهای دینی اشتراک نکنند و تنها تنج و آرام زندگی بکنند. کارمند دیگری پلیس در اتوش تصدیق کرد که از سال 2017 او مسئول نظارت کردن اویغورهای نمازگزار و دیگر عملهای دینی اجرا کننده می باشد و گفت که اگر کسی قانون را ویران کند آنها به گروه‌های حفظ حقوق محلی سپاریده می شوند. ما به جنایتکاران می گوییم که آنها قانون را ویران کردند و آنها را به گروه دهه انتقال می دهیم. گروه دهه آنها را برای از نو تربیت کردن می برد. سپس به خانواده هایشان از حادثه خبر می دهیم. کار مذکور آن همین طور رخ می دهد. عضو گروه کاری در قزلسوی ولایت مختار شینجان قرقیزستان
نیز تصدیق کرد که تا اعتبار پیدا کردن قطعنامه نو در سال 2017 تنها به اعضایان حزب کمونیستی و کودکانی تا 18 ساله عبادت کردن منع کرده شده بود. ما حالا به مردم میگوییم که آنها باید در کار ریشه‌کن کردن اکستریمیسم دینی و تروریسم شرکت ورزند و ثبات را در منطقه به راه مانند، گفت او. یادرس میکنیم که شدت گرفتن شکنجه علیه مسلمانان در ناحیه مختار شینجان اویغورستان سال 2014 پس از آن شروع شد که مقامات چین معرکه را با نام ضربه توانا آغاز کرد. اما از آخر سال 2016 پس از آن که کاتب حزب کمونیستی چین چن سیانگو از تیبت به شینجان گذرانیده شد، افزایش شدید فشار به این هم بلند به اویغورها افزایش یافت. از آن وقت این جانب میلیون ها مسلمانان در لاگرهای کنسنتراسیونی محبسی کرده شدند و تا به امروز در آنجا قرار دارند. نسبت زنان مسلمه عملهای تمیزکنی مجبوری انجام داده شدند. کودکان اویغور را در لاگرهای علاهیده کودکان جایگیر میکنند و در آنجا آنها در روحیه پارتی کمونیستی چین تربیت می‌یابند. در زمینه پاندمی کارمندان کنسولگری ترکمنستان در روسیه کوشش میکنند از روی مهاجران ترکمن که در وضعیت دشوار قرار گرفتند پول کار بکنند. همین طور 7 اکتبر ترکمنستان پرواز تحلیوی از داماددوا برای شهروندان در روسیه مانده را تشکیل کرد. طبق اطلاع رسمی برای پرواز به وطن خود شهروندان ترکمنستان تنها باید چیپته هواپیمایی ترکمنستان را داشته باشند که آن تا آخر سال 2021 دراز کرده شده است. اما طبق اطلاع ترکمن نیوز بجز از چیپته برای امکان پرواز به وطن کارمندان کنسولگری ترکمنستان از مردم 75,000 روبل تقریبا 955 دلار تمجید می‌کردند. موافق جدول خط‌سیر باید ساعت 11 پرواز می‌کرد. ساعت 10:30 در سامانه فرودگاه پیام پیدا شد که با قیدگیری میزاجان به انجام رسیده است. اما در اصل هواپیما ساعت 13:45 پرواز کرد. آن زمان کارمندان کنسولگری از میزاجان طلب کردند که برای چیپته 75,000 روبل علاوگی پرداخت نمایند، می نویسد ترکمن نیوز. چنین نقشه پول کارکنی را نه تنها کارمندان وزارت کارهای خارجی ترکمنستان استفاده میبرند و اون پروازهایی که ما در اول به نقشه گرفته بودیم. شهروندان تاجیکستان نیز بارها در شبکه‌های اجتماعی به مقامات تاجیکستان شکایت و مراجعت ها کرده بودند که کارمندان سفارت تاجیکستان در روسیه از آنهایی که میخواهند با خط سیر چارتری به وطن برگردند مبلغ علاوگی طلب میکنند.